محمد رسول الله. خداوند آن مکر مشرکان را دور ساخت و آن گروهی بزرگ را سرکوب کرد. خداوند بنده اش را، پیامبرش را و مؤمنان را پیروزی داد. یکی از لشکریانش را روان کرد که آن شمال بود. دشمنان آنها را نابود ساخت و از آنجا پیش کرد. ناامید و خوار و ذلیل برگشتند. روزهای دشواری بود. از شدتی ترس دلها به لرزه در آمده بود. تشنگی و گرسنگی، خنکی سخت. اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم چه مشکلی هایی را از سر نگذرانیدند. کندن آن چقری بزرگ، نگهبانی مدینه، پیش کردن آن گروه بزرگ از مدینه و باز شکسته شدن عهد از جانب یهود و صف شکنی منافقان. بسیار روزهای سختی بود، لیکن تمام شد. همه چیز به آخر رسید. هر یکی به خانه هایشان برگشتند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به خانه اش به نزد ام سلمه برگشت. خواست که سلاحش را بگذارد. جبرائیل علیه السلام به نزدش آمد. سردار ملائک گفت ای رسول خدا چی کار میکنی؟ گفت سلاحم را میگذارم. جنگ تمام شد. جبرائیل علیه السلام گفت اما ما یعنی ملائک سلاحهایمان را نگذاشتیم، یعنی ما جنگ را تمام نکرده ایم. به سوی بنی قریظه برو و ما پیش از تو به آنجا می رویم. قدمهای آنها را بلرزه می دراریم، قصرهای آنها را چپه می کنیم و ترس را در دل آنها می اندازیم. زیرا آنها در مشکل ترین وقتهای پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش عهد را شکستند و فعلا پیامبر صلی الله علیه وسلم برآمده به سوی مردم ندا کرد ای مردم، هر یکی از شما نماز عصر را نخواند مگر در بنی قریظه. با وجودی که آنها نو جنگ را تمام کردند، جنگی نوی شروع شد. راحتی برای آنها نبود. همه آنها گفتند شنیدیم و اطاعت میکنیم. پروردگارا از تو مغفرت را میطلبیم و بازگشت به سوی توست. همه سلاحهایشان را گرفتند و زود به سوی بنی قریظه رفتند. ملائک پیش از آنها رسیدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را پیش دستی کرد. سپس لشکری مؤمنان به سوی قریظه رفتند. هیچ کسی نایستاد مگر کسانی که عذر داشتند، مثل سعد ابن معاذ که از کتفش تیر خورده بود. او طبابت می‌گرفت و با آنها رفتن نتوانست. در راه آفتاب در حال نشستن بود و پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته بود که عصر را در بنی قریظه باید بخوانند. چی رخ داد؟ چی می‌گذرد؟ اصحاب میانی هم اختلاف کردند. آیا این امر را به ظاهر بنگریم و نماز عصر را بخوانیم سپس راه را دوام دهیم؟ و پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را امر کرده بود تا عصر را در بنی قریظه بخوانند. بعضی گفتند که ما سخن پیامبر را میگیریم، نماز را تنها در بنی قریظه میخوانیم اگر چندی که آفتاب نشیند. و همین طور بعضی از مسلمانان عصر را قریب در وقت شام خواندند. اما بعضی آنها گفتند پیامبر صلی الله علیه وسلم با این سخنش ما را به زودتر رسیدن به آنجا امر کرد. ما عصر را میخوانیم سپس به بنی قریظه میرویم. اینجا میان اصحاب اختلاف صورت گرفت درباره نماز. لیکن وقت آنها در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رسیدند، پیامبر هر دو گروه را تصدیق کرد و هیچ یکی از آنها را سرزنش نکرد. در وقت جنگ خواست امتش را بیاموزد که ما باید در مسئله های ظاهری اختلاف نکنیم. حتی در قضیه نماز باید که دلها مختلف نباشد. این یک امتی واحد است. فهمها و درکها گوناگونند، اجتهادات گوناگونند، لیکن دلهای آنها مختلف نیستند. و همین طور مردم به سوی بنی قریظه رفتند. لشکر اسلام بنی قریظه را گیر کرد. گروه ها، سریه ها و تمام افراد همه مسلح بودند. قلعه بنی قریظه را محاصره کردند. زنان و کودکان همه در درون قلعه بودند. آنها را محافظت میکرد، لیکن آنها میترسیدند. خداوند ترس را در دل آنها انداخت.
3000 جنگجو نو از جنگ برآمده بودند. اکنون قلعه بنی قریظه را که عهد را شکسته بودند محاصره کردند. 300 اسب سوار داشتند. وقتا که لشکر را دیدند بنی قریظه ترسید. چی کار میکنیم؟ چی باید کرد؟ کعب ابن اسد را به سوی آنها فرستاد که او یکی از سرداران آنها بود. او به نزد آنها رفت. گفت ای قوم، شما تنها 3 حالت دارید: یا اینکه به دین محمد می درآیید، یا اینکه زنان و کودکانتان را با دستان خود می کشید سپس با محمد می جنگید، یا غالب می برآیید یا مغلوب می شوید. گفتند شرط سومی چیست؟ گفت شرط سوم آن است که در روز شنبه می جنگید، وقتا که محمد شما را در امان می ماند. و خداوند برای آنها جنگ را در روز شنبه حرام گردانیده بود. گفتند ما به این 3 شرط جوابی نداریم. بنی قریظه ترسیده بودند. به سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم سفیری فرستادند که برای ما کسی را از همپیمانانمان فرست. همپیمانان آنها اوسی ها بودند. گفتند ما ابولبابه را می خواهیم. اگر او را روان کنی ما خواهیم دانست که تو چی می خواهی. پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید ابولبابه کجاست؟ گفتند آنجاست ای پیامبری خدا. گفت به سوی آنها برو و حکم رسول خدا را به آنها برسان. وقتا ابولبابه به قلعه نزدیک شد، آنها زنها و کودکان را برآوردند که آنها گریه می‌کردند و ترس و خوف خود را گویا نشان می‌دادند. تصور کنید وقتا که یکی گریه و ناله زنان و کودکان را می‌بیند در چه حال قرار می‌گیرد، در حالی که او حکم خدا را نسبت آنها می‌داند. وقتا به نزد آنها رسید گفتند چی فکر داری ای ابولبابه؟ گفت فکر من این است که به حکم رسول خدا سر فراری. گفتند چیست آن حکم رسول خدا؟ ابولبابه جواب نداد، لیکن با چنین اشاره آنها را فهمانید، یعنی به کشتن، گویا که او سر را افشا ساخت. وقتا ابولبابه دانست که سخنی را گفت که نباید میگفت، به نزد پیامبر نآمد. ترسید، غمگین شد، پشیمان شد، راست به مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و خود را در ستون مسجد بست. گفت به خدا سوگند که من خود را نمی کشایم تا اینکه رسول خدا مرا ببخشد. به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که ابولبابه چی کار کرده است. گفت اگر او به نزد من می آمد من او را می بخشیدم، لیکن مادامی که چنین کرده است پس منتظر حکم خدا درباره خودش باشد. خب اکنون چی باید کرد؟ یهودیان یکی را روان کرده پرسیدند که حکم تو درباره ما چیست؟ گفت حکم من این است که مردان شما را میکشیم و زنان و کودکانتان را اسیر میگیریم. گفتند ما میخواهیم تا کسی از همپیمانانمان به ما حکم کند. اوسی ها به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند. گفتند ای پیامبری خدا، بنی قینقاع را که همپیمانان خزرجی ها بودند هر کاری را که خواستی کردی، اما بنی قریظه از همپیمانان ما اند. گفت آیا راضی میشوید که یک مردی از شما حکم کند؟ گفتند آره. گفت این طور باشد حکم را سعد ابن معاذ می کند. اوسی ها به این چیز راضی شدند. آن نیز راضی شدند. گفتند او از همپیمانان ماست، شاید به ما رحم کند. یکی را به سوی سعد ابن معاذ فرستادند. او ناآمده بود، در مدینه بود، زیرا تیر خورده بود و تبابت می گرفت. مرکبی را سوار شده آمد، اما اوسی ها از چپ و راست ایستاده بودند. می گفتند ای سعد، حکم خوب و زیبای درباره همپیمانانمان بکن، یعنی بنی قریظه. سعد از قبیله اوس بود. سعد به آنها نگاه کرده گفت برای سعد ابن معاذ وقتی آمده است که در راه خدا از هیچ ملامت کننده نمی ترسد. وقتا اوسی ها این را شنیدند به خانه هایشان برگشتند، زیرا می دانستند که سعد ابن معاذ چه حکمی درباره آنها می کند. سعد ابن معاذ به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید. جراحت برداشته بود. وقتا که رسید پیامبر صلی الله علیه وسلم به اصحابش گفت خیزید و سردارتان را فرارید. وقتا که فرآمد مردم به او گفتند ای سعد، یهودیان تنها به حکم تو راضی‌اند. گفت آیا حکم مرا اجرا میکنند؟ گفتند آره. گفت آیا حکم من بر مسلمانان میگذرد؟ گفتند آره. سپس به پیامبر صلی الله علیه وسلم نگاه کرد، با تمام آداب گفت آیا به هر کسی که اینجا هست؟ مقصدش پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت آره، یعنی حکم تو برای من هم ارزش دارد. سعد ابن معاذ گفت
حکم من برای آنها آن است که مردان آنها کشته شوند، ذریه‌اشان اسیر و مالهایشان تقسیم کرده شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: الله اکبر. تو نیز حکمی را کردی که خداوند از بالای 7 آسمان کرده است. حکم خدا هم همین است درباره بنی قریظه که آنها عهد را با پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش شکستند. در مشکل ترین حالتها عهد را شکستند. آنها چند مدتی بود که مکر و حیله ها می‌کردند و فعلا حکم خداوند به آنها تنفیذ شد، مگر آنهایی که به اسلام داخل شدند و پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را بخشید، مالهای آنها را تقسیم کرد. از آنها مالها و اسلحه های زیاد مصادره کردند که با آن می‌خواستند پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش را خیانت کنند. مالهایشان تقسیم شد و مردانشان را کشتند و زنان و کودکانشان اسیر گرفته شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم خطرناکترین قوم را در مدینه که آنها بنی قریظه بودند دور ساخت. بعد از اینکه سعد ابن معاذ حکم آنها را برآورد، پس از چند مدت جراحتش وزنین شد و از آن خون جاری شد و جام شهادت را چشید. همین طور سعد ابن معاذ وفات کرد. وقتی که وفات کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: عرش خدای رحمان برای مرگ سعد ابن معاذ به لرزه درآمد. وقتی جنازه او را می بردند، مردم می گفت جنازه او سبک بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: ملائک با شما همراه او را می برداشتند. ملائک در جنازه او اشتراک کردند. همین طور یکی از قهرمانان وفات کرد. او سعد ابن معاذ بود. وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم کاری بنی قریظه را تمام کرد، 6 شبانه روز گذشته بود. 6 شبانه روز گذشته بود که ابولبابه خود را در ستون در مسجد نبوی بسته بود. 6 شبانه روز. تنها زنش آن بند را میکشاد و او نماز میخواند یا اینکه قضای حاجت میرفت. او این طور نفس خود را ملامت میکرد، زیرا او در حق خدا و پیامبرش خطا کرده بود. 6 شبانه روز گذشت، اما او نمیخواست تا او را بکشایند. وقتی که 6 شبانه روز گذشت، پیامبر صلی الله علیه وسلم در خانه ام سلمه بود. ام سلمه دید که پیامبر صلی الله علیه وسلم تبسم میکند. گفت: چه چیز تو را شاد کرد ای پیامبری خدا؟ گفت: خداوند توبه ابولبابه را پذیرفت. خداوند توبه ابولبابه را پذیرفت. وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ام سلمه او را به این چیز بشارت داد. مردم آمده خواستند بند را کشایند. او گفت: نه، سوگند به خدا که تنها پیامبر میتواند این بند را باز کند. و فعلا پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز بامداد را خواند و بند ابولبابه را کشاد و خداوند ابولبابه را بخشید. همین طور خداوند کاری بزرگترین دشمن اسلام را، کاری بنی قریظه را تمام ساخت و مؤمنان را از شر آنها نجات داد. سلام ابن ابوالحقیق، کنیه‌اش ابو رافع، یکی از بزرگترین گناهکاری که گروه ها را در جنگ احزاب تشویق کرده بود. خزرجی ها اجازه خواستند تا او را بکشند. 5 تا مردی از آنها با اجازه پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی خیبر رفتند برای کشتن آن خبیث. سردار این گروه عبدالله ابن عتیق بود. به نزد قلعه ابو رافع رفتند. سلام ابن ابوالحقیق. اینجا عبدالله ابن ابو عتیق که سردارشان بود گفت: اینجا بمانید تا اینکه شب شود و درهای قلعه محکم شود، بعد ما به داخل آن می درآییم. عبدالله داخل قلعه شد. میگوید: به خانه ابو رافع رفتم، همان یهودی خبیث. مردم به خانه او زیاد می رفتند. منتظر ماندم تا اینکه مردم همه برآیند. به خانه اش نزدیک شدم، درش را گشودم. آنها از ترس در پشت دیوارها و قصرها به جا می شدند. میگوید: چند در را پی هم گشودم. شب بسیار تاریک بود. به خانه خوابش رسیدم. هوای تاریکی بود. نمیدانستم که او کجاست. داد زدم. گفتم: ای ابو رافع. گفت: تو کیستی؟ من او را با شمشیر زدم، لیکن به او نرسید. او فریاد زد. از خانه بیرون شدم. او فریاد میزد. کمی منتظر شدم. سپس دوم باره در آمدم. گفتم: ای ابو رافع، چی شده است که فریاد میزنی؟ گویا که من برای کمکش آمده باشم. گفت: کسی در خانه هم هست و مرا با شمشیر زد. میگوید:
این بار در آن تاریکی مکانش را انیق کردم. با او یک ضربه زدم، افتید. سپس یک ضربه دیگر زدم تا یقین کنم که او مرده است. از خانه بیرون شدم پیش از اینکه کسی بیاید. وقتا برآمدم افتیدم و ساق پایم شکست. در یک گوشه از آن قلعه نشستم تا اینکه صبح شود و یقین کنم که او مرده است. وقتا که صبح شد آوازی را شنیدم که می گفت تاجری حجاز ابو رافع را کشتند. میگوید من یقین کردم که او مرده است و به سوی رفیقانم رفتم در حالی که می لنگیدم. ساق پایم شکسته بود. رفیقانم مرا برداشته به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم بردند. من او را به این چیز بشارت دادم. پیامبر صلی الله علیه وسلم از اینکه دشمنی خدا کشته شد خرسند شد. میگوید سپس دعا کرد و بر ساق پایم مالید. پایم صحت شد گویا که چیزی نشده است. خداوند آتش یهود را با مرگ این خبیث خاموش کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم گروه‌های را روان می‌کرد تا کسانی را که مسلمانان را آزار دادند یا اینکه به قافله‌های آنها هجوم کردند درسی بدهد. یکی از این گروه‌ها را که سردارش محمد ابن مسلمه و او یکی از قهرمانان بود به سوی قومی روان کرد و او از آنجا به اذن خداوند با پیروزی برگشت. با غنیمت‌ها به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد. او با خود یک اسیر با نام سمامه ابن اسال آورد، سرداری بنی حنیف. او را به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آورد. پیامبر صلی الله علیه وسلم امر کرد تا او را در ستون مسجد ببندند. پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌خواست تا این مرد، این پیشوای قوم، مسلمانان را ببیند، از حال آنها آگاه شود، چگونه نماز می‌خوانند، چگونه قرآن را تلاوت می‌کنند، آداب و اخلاقشان چگونه است. خاص کاری را نشان دهد که سمامه در حیاتش ندیده است. هر روز پیامبر صلی الله علیه وسلم به نزد این مردی که در یکی از ستونهای مسجد بسته شده بود می آمد و از او می پرسید چه حال داری ای سمامه؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم با او اسلام را پیشنهاد می کرد. او می گفت در من خیری است ای محمد. ای محمد در من خیری است. اگر مرا بکشی کسی را کشته ای که خونش طلب می شود. یعنی قومم قصاص را طلب می کنند. مدام با آن نام و جایگاهش فخر می کرد. گمان میکرد که قومش با اسلام و مسلمان ها روبرو شده میتوانند. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را ترک کرد. او میگفت اگر بکشی کسی را کشته ای که خونش طلب می شود و اگر آزاد کنی مردی دارایی را آزاد کرده ای. یعنی من در عوض آزادی هم به تو مال میدهم. زیرا او پیشوای قومش بود. هرچی قدر که پیامبر میخواست او داده میتوانست. لیکن بیچاره گمان میکرد که پیامبر مال میخواهد. به خدا سوگند که پیامبر از هیچ کسی مال نخواسته است. ای قوم من از شما مال نمیخواهم. ای قوم من از شما پاداشی نمیخواهم. پیامبر او را به حال خودش رها کرد. او میدید که مردم نماز میخوانند، سجده میکنند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن خاطر او را در مسجد بسته بود تا او عبادتی آنها، آداب و اخلاق آنها را ببیند که با یکدیگر چگونه معامله میکنند. عبادت آنها را، معامله آنها را ببیند. پیامبر صلی الله علیه وسلم روزی دوم آمد. از او پرسید چی میگویی ای اسامه؟ گفت اگر بکشی کسی را کشته ای که خونش طلب می شود و اگر آزاد کنی مردی دارایی را آزاد کرده ای. یعنی من در عوض آزادی هم به تو مال می دهم. همان جواب را می داد. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را ترک کرد. روزی سیوم نیز همین سوال را کرد و او همان جواب را می داد. او اسلام و مسلمانان را دیده بود. چگونه این به تو تأثیر نمی کند ای سمامه؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم به اصحابش گفت سمامه را آزاد کنید. سمامه را آزاد کنید. اصحاب او را رها کردند. آره پیامبر صلی الله علیه وسلم امر کرد تا آزادش کنند. حتی از او فدیه هم نخواست. زیرا او پیشوای قوم است. پیامبر چیزی دیگری میخواست. زیرا با پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی می آمد. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را آزاد کرد. او از مدینه برآمد. تنها به یک خاطر و پشتی درختی رفت. بیرون از مدینه آبازی کرد. سپس به مدینه برگشت. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گفتند چرا این را در مسجد در نزد پیامبر خدا نگفتی؟ گفت به آن خاطر نگفتم تا مردم گمان نکنند که من این را برای آزاد شدنم گفتم.
اسلام را پذیرفت. سپس به مکه برگشت. قریش به او گفت هلاک شدی ای سمامه. گفت بلکه به خدای عالمیان تسلیم شدم و به پیامبرش ایمان آوردم. سپس به قریش گفت به خدا سوگند دانه گندمی را نمیگذارم تا از یمامه به اینجا بیاید تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اجازه دهد. آنها را مدتی درازی در محاصره اقتصادی نگه داشت تا اینکه آنها به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفتند تا از او کمک خواهند. کفار قریش خواستند تا پیامبر صلی الله علیه وسلم به سمامه بگوید تا به آنها اجازه وارد کردن گندم را بدهد. پیامبر صلی الله علیه وسلم یکی را به سوی سمامه روان کرد. گفت به قریش رحم کن، به آنها هر قدر میخواهند گندم بده. سمامه وقتا که اخلاق مسلمانان را دید دین را پذیرفت. همین طور پیامبر صلی الله علیه وسلم گروه ها را روان میکرد تا هر کسی که نسبت به اسلام و مسلمانان بدی میخواهد آن را در جا بنشانند. پیامبر صلی الله علیه وسلم اشترهایی داشت که آن را در درختزار نگهبانی میکردند. آنجا را جنگل می نامیدند. یکی از مشرکان که نامش اویی ابن حسن بود این کار را دید. چند اسب سواری را روان کرد تا آن اشترها را بدزدند. اشترهای کی؟ اشترهای پیامبر صلی الله علیه وسلم و مسلمانان را. فرصت را غنیمت دانسته به نزد آن اشتربان آمد. او را کشت و تمام اشتران را گرفته فرار کرد. مسلمانان در مدینه بودند، آگاه نشدند. این کار را پسرکی خردسال دید. شتابان به سوی مدینه رفت تا پیامبر صلی الله علیه وسلم را از این کار آگاه کند. او در راه یک صحابه را با نام سلمه ابن اکوع دید. او مردی تیزدو بود. وقتا این خبر را شنید شتابان به سوی مدینه رفت و فریاد زد. مردم را جمع کرد و خبر را به آنها گفت. او این اشترها را دزدید و پادبان را کشت. اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم مردم را برای جهاد امر کرد. سلاح‌هایشان را گرفتند. همه برای جنگ آماده شدند. این مشرکان چگونه جرأت کردند تا به مالهای مسلمانان حمله میکنند و مسلمان را میکشند؟ همه به سوی سلاح‌هایشان رفتند. اما سلمه که مردی تیزدوی بود منتظر کسی نشد. نیزه اش را گرفت و پیاده از پی آن قوم شد. اما از مسلمانان اولین کسی که آماده شد مقداد ابن عمرو بود. وقتا پیامبر صلی الله علیه وسلم او را دید پرچم را به او داد و گفت هر کی آماده است او را بگیر و شتابان برو و آنها را دریاب کن و ما از پس می آییم. پیامبر صلی الله علیه وسلم همراه مردم بود. اول سلمه از پس آنها رفت. با پای پیاده می دوید و آنهایی را که اشتران را دزدیده بودند دریاب کرد. وقتا با آنها نزدیک شد در جای ایستاد و با نیزه به سوی آنها میزد و می گفت بگیرید این هم از جانب ابن اکوع. آنها به قفا نگاه کردند جز یک نفر کسی را ندیدند. برگشتند تا او را بکشند لیکن از سبب تیزدویش به او رسیده نتوانستند. وقتا دیدند که زیادی به عقیب آمدند از راه برگشتند. وقتا که بر میگشتند سلمه نیز بر میگشت. وقتا که فرار میکردند سلمه از پی آنها میرفت. با نیزه آنها را میزد. همین طور راه آنها را میگرفت. بلکه در بعضی مکانها از آنها پیش میشد و بین کوهها پنهان میشد و آنها را با سنگ میزد. همین یک نفر نامش سلمه ابن اکوع. بینید که چی حالی بر سری اسب سواران مشرک آورد. تا رسیدن همراهانش رسیدند. مقداد ابن عمرو و چند دیگر از اسب سواران با آن اشتران دزدیده شده رسیدند. در منطقه با نام ذیقرد. از این سبب این جنگ را یا جنگ زاغابه یعنی جنگلی که اشتران آنجا میچریدند یا جنگ ذیقرد با نام این منطقه نام میبردند. اینجا مسلمانان آنها را دریاب کردند. بعضی از آنها فرار کرد، بعضی کشته شد و تمام آن اشتران برگردانیده شد. وقتا پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها نزدیک شد، به آن قهرمانانی که مال مسلمانان را برگرداندند، پیامبر صلی الله علیه وسلم خرسند شد. اصحاب تکبیر گفتند. جنگ خردی که کسی آمادگی آن را نداشت، لیکن مسلمانان آماده بودند. چگونه ای که خداوند آنها را وصف میکند. از میان مؤمنان مردانی اند که با آن عهدی با خدا کرده اشان همیشه صادق ماندند. پیامبر صلی الله علیه وسلم برای هر صحابه یک حق داد. از آنچه از آن غارتگران غنیمت گرفته شد، از اسلحه و تیرها، هر یکی آنها را یک حق داد. سواره و پیاده را یک حقی داد.
مگر سلمه ابن اکوع را که به او دو حق داد، حق پیاده‌گرد و حق اسب سوار، زیرا او دو کار را به تنهایی انجام داد. حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت بهترین اسب سوار ما قتاده است و بهترین پیاده‌گرد ما سلمه ابن اکوع است. جنگ خردی بود، لیکن با تمام عرب قوه پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش را نشان داد که آنها کسی را نمیگذارند که تا با آنها دشمنی کنند، زیرا مردان همراه اویند که هرگاه به سوی جهاد خوانده شوند به سوی مرگ میشتابند. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام